زعفران، این میراث تاریخی و طلای سرخ سرزمینمان در دستان کشاورزان زحمتکش است. میراثی ارزنده که به مراقبت و توجه نیاز دارد. برای تولید و برداشت این گنج گرانبها به این نکات مهم توجه کنید تا زعفران شما از بالاترین کیفیت برخوردار باشد. به عنوان اولین قدم، هر روز صبح زود و پیش از طلوع خورشید برای جمع‌آوری گل‌های زعفران اقدام کنید. قدم دوم، برداشت زعفران را حتماً به صورت روزانه و با استفاده از ظروف تمیز انجام دهید و از جمع‌آوری این گل با ارزش به صورت چند روز یک بار خودداری کنید. نکته: هنگام برداشت و برای حمل و نقل گلها از کیسه‌های نو و با وزن‌های 5 الی 10 کیلوگرم استفاده کرده و از کیسه‌های مستعمل و حجیم و جابجایی مکرر اجتناب کنید، چرا که این عمل موجب ریزش کلاله و کاهش کیفیت آن می‌گردد. قدم سوم، پس از برداشت گل‌های زعفران را به سرعت به مکانی با دمای خنک و دور از تابش نور خورشید منتقل کرده و آنها را با حجم زیاد روی هم انباشته نکنید. قبل از اقدام به این کار، بهداشت فردی خود را رعایت نموده و دستهای خود را ضد عفونی کنید. از کوتاه یا تمیز بودن ناخن‌های خود اطمینان حاصل کنید. کلاه بهداشتی، آستین و پیشبند داشته باشید و در صورت حساسیت به گرده گل حتما از ماسک استفاده کنید. از انباشتن گلها در محیط باز و کنار جاده و در معرض عبور و مرور جداً بپرهیزید. قدم چهارم، اکنون وقت جداسازی زعفران از گل است. دقت کنید که محل جداسازی زعفران باید تمیز، دارای تهویه و جدا از محل زندگی و استراحت افراد باشد. از کودکان برای انجام این امر مهم کمک نگیرید و تا چند روز قبل از جداسازی از اسپری حشره‌کش در محیط مورد نظر استفاده نکنید. از خوردن غذا یا تنقلات همزمان یا حین جداسازی جداً خودداری نمایید. به محض اینکه زعفران به میزان مناسبی جداسازی شد، برای خشک کردن کلاله ها اقدام کنید. پس از خشک کردن و پیش از عرضه محصول به بازار، زعفران را در ظروفی محکم و پاکیزه و در فضایی سرد و خشک قرار دهید. برای تولید و عرضه موفقیت‌آمیز و پرسود زعفران و صادرات پررونق این محصول در ابتدا نیاز است این طلای سرخ و ارزشمند با کیفیت بالا تولید گردد. با رعایت این نکات مهم می توانید قدمی بزرگ در جهت تولید زعفران مرغوب بردارید و از این محصول گرانبها نهایت بهره را ببرید.